یکی از اشتباهاتی که ما مردا و پسرا انجام میدیم عدم رسیدگی به پوست صورته. نه تنها گام مفیدی در جهت مراقبت کردن ازش بر نمیداریم، بلکه یه سری دسته گلا هم به آب میدیم که باعث میشه پوستمون رو بدیم به فنا. حداقل پدر و مادرها به دختراشون گفتن که توی بچگی چیکار کنن، چی واسه پوستشون خوبه، چی بده. اما به ما پسرا که رسیده حقیقتش کسی با آستین چپش هم نبوده که چه بلایی میخواد سر پوست ما بیاد. اینه که بدی. کسی نبوده که این چیزا رو به ما توضیح بده. اما دیگه الان جای نگرانی به خاطر اینکه کسی هست که این مسائل رو بهتون بگه و شما رو آگاه بکنه. جدی میفرمایید؟ توی این ویدیو میخوام راجع به 4 عادت که مطمئنم داری انجام میدی و باعث میشه پوستت رو نابود کنی صحبت کنم و اگه میخوای مطمئن بشی که این اشتباهات رو مرتکب نمیشی لازمه که تا انتهای ویدیو همراه هم باشی. بدون معطلی بریم که راجع بهش صحبت کنیم و برو بریم. اولین مورد که باعث میشه پوستت رو نابود بکنی عادت بد سیگار کشیدن هستش. گفتم این مورد رو اول بگم چون متاسفانه بین جوانان امروزه زیاد رایج شده. نمیدونم احساس خفن بودن میکنن یا احساس آرامش بهشون دست میده بعد از مصرف سیگار، کار به این حرفا ندارم، ولی نیکوتین موجود در سیگار باعث میشه که جریان خونرسانی به پوست مختل بشه و اکسیژن و مواد مغذی خیلی کندتر و کمتر به پوست شما برسه. اگر هم جز افرادی هستین که سنگین سیگار میکشید، یعنی روزی 1-2 تا پاکت رو راحت دود میکنید، باید بهتون بگم که کاملا این رو روی پوستتون نشون میده و یه طوریه که کاملا تابلوه که شما اهل این داستان هستید و کاملا عوارضش رو اول روی ظاهر و پوست شما نشون میده. باعث میشه که پوستتون چروک و کدر بشه، لبهاتون باعث میشه که تیره بشه و از شکل و فرم طبیعی خودش خارج بشه و کاملا میگم روی چهره شما نشون میده. اگه پس اهل مصرف سیگار هستید، اول سعی کنید که مصرفش رو کمتر کنید و به مرور سعی کنید که حتما این عادت رو ترک کنید. مطمئن باشید که با ترک کردن این عادت همین لطفی به کل سیستم بدنتون کردید و همین که کیفیت ظاهر شما رو نسبت به قبل چند لول بالاتر نشون خواهد داد. مورد دوم مصرف بالای شکر هستش. خصوصا منظورم قندهای مصنوعی مثل شیرینی و شکلات و کیک و نوشابه و از این قبیل. مطمئنم این داستان براتون اتفاق افتاده که یه شب میرین مهمونی، تشریف میبرین خونه شوهرعمتون و اونجا کلی شیرینی و شکلات خوشمزه است و از جایی که شما هم نمیتونید دست شوهرعمتون رو پس بزنید، شروع میکنید به خوردن انواع شیرینی و شکلات. حالا اتفاقی که میفته اینه که شما فردا صبحش از خواب پا میشی، میری جلوی آینه و میبینی که یه جوش خیلی شیک و مجلسی روی صورتت اومده و همونجاست که شوهرعمت و حسابی دعا میکنه. بی‌ناموس. حالا شوهرعمه خودم نبینه این ویدیو رو. دیگه گوه نخوری ها. این دلیلش به خاطر مصرف بالای قند و شکر هستش. حالا من نمیخوام بهتون بگم که کلا قطع کنید، نه، ولی تا حد ممکن مصرفش رو بیارید پایین. یه نکته حائز اهمیت دیگه هم که میخوام اینجا بهتون بگم، اگه مصرف شکر رو پایین بیارید حتی برای فرم صورتتون هم خوب هستش. چطور؟ باعث میشه که پف صورتتون بخوابه و صورتتون به مرور استخونی‌تر و یه شکل و شمایل خیلی بهتری رو به خودش بگیره. فقط کافیه امتحان کنید 2-3 هفته مصرف قند و شیرینی رو به مقدار قابل توجهی بیارید پایین و خودتون متوجه میشید که حتی از لحاظ ظاهری و همون فرم صورت گفتم هم چقدر وضعیتون الان بهتر شده. خب قبل از اینکه بریم سراغ مورد بعدی، اگه تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده ازتون میخوام که این کانال رو سابسکرایب کنید، به خاطر اینکه من توی کانالم راجع به مراقبت از پوست و مو و هر آن چیزی که باعث میشه ما به یک ظاهر جذاب‌تری تبدیل بشیم صحبت میکنم و به نظرم برای هر مرد و پسری لازمه که کانال من رو داشته باشه تا امسال سال 1403 به جذاب‌ترین ورژن ظاهری خودش تبدیل بشه. اگه سابو زدین بریم سراغ مورد سوم. مورد سوم که مطمئنم دیگه همتون این اشتباه رو انجام میدین، خوابیدن روی صورت هستش. این مورد رو گفتم که حتی تلنگری هم واسه خودم باشه، چون من هنوز بعضی وقتا این اشتباه رو انجام میدم و از هم گفتم که تلنگری هم واسه خودم باشه. ببین رفقا، بالش شما معمولا تمیز نیستش و وقتی شما با صورت روی بالش میخوابین باعث میشه که اون آلودگی‌ها و کثیفی روی ملافه بالش جذب پوست شما بشه و نتیجهش میشه جوش زدن و حالا مشکلات پوستی. و اتفاق بدتر هم که میفته اینه که باعث میشه رد بالش رو صورتتون بیفته و صبح که بیدار میشین میبینین جلوی آینه خودتون میبینین شبیه این سرخپوستا شدین، اون ردایی که میندازه.
پس سعی کن از این بعد به شکم نخوابید، رو به سقف بخوابید تا پوست صورتتون هم برخورد نکنه به بالش و مطمئن باشید این هم به مرور درسته که کار ساده است ولی خیلی به بالا بردن کیفیت پوستتون کمک میکنه. الهی آمین. الهی آمین. و مورد چهارم، اشتباهی که همین الان که داری ویدیوی من رو میبینی داری انجامش میدی. اون چیه؟ تاچ کردن صورتت. به این رفقا دست ما معمولا در اکثر اوقات تمیز نیستش. با کسی دست میدیم، دستمون به فرمون ماشینه، دماغمون رو باش میخارونیم. دیگه نذار با جزئیات بگم که دیگه چیکار میکنی با دستت، خودت عمق فاجعه رو بگیر. خلاصه که دستامون تمیز نیستش هیچ وقت و شما فکر کن وقتی که همش داری صورتت رو لمس میکنی باعث میشه که اون آلودگی ها رو به صورتت انتقال بدی و نتیجهش میشه جوش و مسائلی که خودتون خیلی بهتر میدونید. یه نکته هم اینجا میخوام داخل پرانتز بهتون بگم اینه که اگه خواستین صورتتون رو بشورید قبلش حتما مطمئن باشید که الان دستاتون تمیز هستش، چون اگه دستتون کثیف باشه اصلا چه کاری که بخوای بشوری، چه کاری که الان تو با دست کثیف اینو بشوری بزنی اینجا و بدتر میشه داستان دیگه. فهمیدی؟ این مورد هم در عین ساده بودنش در صورتی که رعایتش بکنید باعث میشه که خیلی وضع پوستتون به نسبت قبل بهتر بشه و حداقل از شر جوش‌های الکی دیگه خلاص میشید. مواردی که بهش اشاره شد آنچنان سخت و پیچیده نبود و رعایت کردنش باعث میشه که واقعا پوستتون رو نجات بدید. اما اگه تصمیم گرفتید که خیلی بهتر و حرفه‌ای‌تر از پوست خودتون مراقبت بکنید حتما پلیلیستی که اینجا براتون به نمایش دارم میذارم رو ببینید. ویدیو این پلیلیست بهتون کمک میکنه که چطور مثل یک مرد جذاب به پوست خودتون رسیدگی کنید و کیفیت پوستتون رو چند لول ارتقا بدید. اما قبل از اینکه برین سراغ این پلیلیست با اون انگشته خوشگل مشکلتون یه لایک خیلی قشنگ بکوبین پایین ویدیو. قلب منی پسرا، ارادت.